اخیراً مقرراتی در خصوص مهریه در حال تصویب در مجلس شورای اسلامیه که سالهای زیادی تو ذهن مردم قرار داده. بسیار از افراد تو این مدت من مراجعه کردن و سوال کردن که این بحث 14 عدد سکه، 110 عدد سکه، زمان انتشار، زمان اجرای این قانون چه مدتیه و از کی شروع میشه. بنده اگر بخوام خیلی مختصر خدمت شما بزرگواران عرض کنم، موضوع تقلیل 110 سکه به 14 سکه در حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی بررسی شده و در نوبت برای به رأی گذاشتن در صحن علنی مجلس قرار گرفته. موضوع از این قرار بوده تا کنون و الان هم هنوز در حال اجراست که بانوان محترم در خصوص 110 سکه و تا میزان 110 سکه اختیار این رو داشتن که بعد از دریافت حکم از دادگاه خانواده از طریق اجرای احکام و در صورتی که زوج مال یا اموالی رو معرفی نکنه جهت تأمین محکومیتش، بتونن جلب مرد رو تا میزان 110 سکه دریافت کنن. این قانون جدید که در واقع قانون اصلاح قانون نحوی اجرای محکومیت‌های مالی است، اومده این مقرره رو اصلاح کرده و میزان 110 سکه برای دریافت حکم جلب رو تا میزان 14 سکه تقلیل داده. یعنی بعد از تصویب این قانون زوجه صرفاً میتونه تا میزان 14 سکه و در صورت عدم معرفی مال توسط زوج یا عدم پیدا شدن هیچ گونه مال یا اموالی تقاضای جلب زوج رو درخواست کنه. حالا صحبتی که بود این قانون از کی اجرایی میشه. ببینید بزرگواران، قوانین ما بدون پروسه شکل گیریش اینطوریه که یه قانونی بدون در کمیسیون های تخصصی مجلس بررسی میشه، نقاط قوت و ضعفش کارشناسی میشه، بعد از اینکه از کمیسیون تخصصی تایید گرفت به صحن علنی مجلس برای رأی گیری ارجاع داده میشه. این قانون و اصلاح 110 سکه به 14 سکه در حال حاضر در نوبت صحن علنی مجلس. زمانی که در صحن علنی مجلس رأی گیری بشه و به تصویب برسه، برای تایید باید به شورای نگهبان ارسال بشه و اگر شورای نگهبان این مقرره رو تایید بکنه، این قانون باید توسط رئیس جمهور ابلاغ بشه.